یه بخشی تو وجود هر آدمی هست که تو رو میبینه، نظاره‌گر توه، یعنی احساسات تو رو داره مثل یک دوربین از بیرون نگاه میکنه ولی درگیرش نمیشه. ترس تو رو میبینه اما خودش نمیترسه. تمام مسائلی که درون تو هستش داره رصد میکنه. قبلا بهش میگفتن وجدان، خدای درون یا هر اسم دیگه. اسمش آگاهیه. تو میتونی با اون آگاهی ارتباط برقرار کنی و بشناسیش و هر چقدر با این آگاهی بیشتر آشنا بشی دقیقاً میفهمی تو زندگی کدوم وری باید حرکت کنی. آگاهی میتونه راهنمای تو باشه. هر چقدر بیشتر میخوای آگاهی رو بشناسی، تو آرامش، تو شلوغی ذهن آگاهی خودشو نشون نمیده. هر چقدر که ذهنت ساکت‌تر و آرومتر باشه آگاهی پررنگتر میشه و بهتر میدونی تو زندگی کدوم ور باید بری. آدمایی رو دیدی که از این میپرسن به نظر تو چیکار کنم، به نظر تو اینو بگم اونو نگم، اینو بخرم اونو نخرم، برای اینکه نمیتونن با اون آگاهی درونشون ارتباط برقرار کنن. ذهنشون شلوغه. ذهنتو خلوت کن، آگاهی راهنماییت میکنه، بهت میگه چیکار کن و دیگه وقتی تو این مسیر قرار میگیری نمیتونی مواد مخدر مصرف کنی و اصلا دیگه زندگی تو ریتم درستش میفته. تا یه حس خوبه دیگه. خدا نگهدار.